لعبنا فی الملعبی، ترجمهش ما در میدانچه ورزشی بازی کردیم، یعنی ما در استادیون بازی کردیم. اعرابش میگوید که لعبنا، لعب فعل ماض مبنی على السکون لاتصاله بضمیر الرفع المتحرك، نا ضمیر متصل مبنی على السکون في محل رفع فاعل، پس این نا فاعل می باشد. فی الملعبی، فی حرف جر مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. الملعبی اسم مجرور بحرف جر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس فی الملعبی جار و مجرور، ما گفتیم همیشه جار و مجرور باید متعلق داشته باشد. پس این فی الملعبی را جار و مجرور میگوید که والجار والمجرور متعلقان بالفعل لعبنا. در اولی جمله که لعبنا بود فعل و فاعل، پس این فی الملعب جار و مجرور متعلق می شود با انا همین لعبنا، با انا همین فعل لعبه. پس فعل لعبه این فعل متعدی است، فعل متعدی می باشد، اما در اینجا مفعول بهش ذکر نشد. چرا؟ زیرا اینکه معلوم است، لعبنا فی الملعبی یعنی که در میدانچه ورزشی چی بازی میکنن؟ فوتبال بازی میکنن. پس مفعول بهش محذوف است. اصلی کلام این طور است که لعبنا کرة القدمی، لعبنا کرة القدمی. کرة انا همین مفعول بهی لعبه هست و کرة مضاف، القدمی مضاف الیه مجرور. پس لعبنا کرة القدمی فی الملعبی، اصل کلام این طور است. و در حالتی که مفعول بهی معلوم باشد جایز است که حذفش کنن، این جایز است، با که ندارد. مثلا میگن که کتب محمدون، محمد نوشت، کتب فعل متعدی است، میشود مفعول بهیش ذکر نکنید. و مثل همین لعبنا بازی کردیم، ما لعبنا فی الملعبی در میدانچه ورزشی بازی کردیم، اما ذکر نکرده که چی بازی کرده، زیرا که معلوم است در میدانچه ورزشی چی بازی میکنن. پس مفعول بهی لعبه این محذوف بوده است و از خود کلام فهمیده می شود. پس این بود اعراب لعبنا فی الملعبی. اصل کلام گفتیم لعبنا کرة القدمی فی الملعبی. این جمله همچنین فعلی بوده است. جمله سه دیدید که چقدر اعراب هایشان آسان و سهل است، فقط از شما یک ذره دقت طلب میکند که شما کمی دقت بتید، انشاءالله مسئله حل خود را مییابد.